سلام مجدد دوستان. در این قسمت با معرفی سامانه نوید در خدمتتون هستیم. از این قسمت میتونید زبان رو تغییر بدید، نام کاربری شما، شماره دانشجویی شما هست یا اینکه شماره دانشجویی شما به علاوه @email.com. رمز عبور شما هم به صورت پیش‌فرض S و P کوچیک 1 تا 6. اگر با رمز پیش‌فرض نتونستید وارد بشید، باید به مرکز آموزش هوشمند مراجعه کنید. این نکته رو هم بگم که سامانه نوید از همون روز ثبت نام برای شما فعال نمیشه. حدود چند روز تا حداکثر 1 هفته بعد ثبت نام برای شما فعال میشه. خب همچین صفحه‌ای برای ما باز میشه که داشبورد ما هست. گاهی اوقات هم ممکنه که همچین صفحه‌ای برای شما باز بشه. در این مواقع میتونید از این قسمت مجدد وارد داشبورد بشید. خب از این قسمت ما پروفایل رو داریم، خروج و همچنین تم‌ها که از این قسمت میتونیم تم‌هامون رو تغییر بدیم. بنفش و تم ساده که من سبز رو میپسندم. برای تغییر رمز عبور باید به پروفایل بریم و از این قسمت میتونیم رمز عبور رو تغییر و در پایان ذخیره رو فراموش نکنیم. از اینجا مجدد وارد داشبورد میشیم. خب داشبورد ما شامل 2 گروه درس شده: درس‌های جاری و درس‌های پیشین. همونجور که از اسمش مشخص هست، درس‌های جاری متعلق به ترم جاری ما هست و درس‌های پیشین هم متعلق به ترم‌های گذشته است. این نکته رو هم بگم که همه اساتید از نوید استفاده نمی‌کنن. به خاطر همین همه این درس‌ها براتون فعال نیست و فقط درس‌هایی که محتوا گذاشته شده رو شما میتونید واردش بشید. درس‌هایی که محتوا گذاشته شده به رنگ نارنجی یا حالا زرد در میاد و همچنین آیکون مشاهده رو ما مشاهده می‌کنیم. خب بریم با یکی از درس‌هایی که خیلی با نوید سر و کار داره رو باهاش آشنا بشیم. فیزیک پزشکی استاد کوثری. جزئیات بیشتر شامل میزان واحد این درس هست، تعداد دانشجویانی که اون رو برداشتن، کد درس، گروه و حالا نیم سال تحصیل. از قسمت مشاهده وارد درس میشه. معرفی درس جزئیات بیشتری از درس رو در اختیار ما قرار میده. معرفی درس شامل دانشجویان میشه که اسامی دانشجویانی هست که این درس رو برداشتن. ارزشیابی که کاربردی نداره خیلی. گروه تدریس هست و معرفی و اهداف اون درس که بعضی از اساتید طرح درسشون رو اینجا بارگذاری میکنن، ولی اکثر اساتید همراه محتوایی که در نوید میفرستن طرح درسشون رو میزنن. بخوام به صورت کلی طرح درس ها رو معرفی کنم، طرح درس با شامل یک سری اطلاعات از اون درس هست، اهداف دوره، جدول زمانبندی ارائه دروس، منابع درسی، نحوه ارزشیابی، نحوه محاسبه نمره کل درس و همچنین یک سری مقررات مثل حد نمره قبولی. این یک مدل طرح درس هست که انواع دیگری از طرح درس رو هم معرفی می‌کنه. این هم نمونه دیگری از طرح درس هست که صرفاً منابع، میزان واحد و تایم کلاس ها مشخص شده. خب برگردیم به ادامه معرفی سامانه نوید. در این قسمت ما محتواها و منابع رو داریم که اکثر اساتید طرح درسشون رو هم اینجا ارسال میکنن، نه در معرفی درس. بخش بعدی تکالیف هست که از این قسمت میتونیم تکالیفی که استاد تعریف میکنه رو پاسخ بدیم. اینجا میبینید که مهلت انجام تکالیف نوشته شده. این رو هم بگم که اگر نویدمون رو
به حالت انگلیسی در بیاریم، تاریخ‌ها به میلادی نوشته میشه. برای پاسخ دادن به تکالیف مشاهده و ارسال پاسخ، سپس میتونیم با افزودن پاسخ و انتخاب فایلی که مد نظرمون هست و همچنین توضیحات لازم درباره این فایل به استاد پاسخ بدیم. خب بخش بعدی آزمون‌ها هست که کاربرد چندانی نداره و خیلی ازش استفاده نمیشه. ولی اگر روزی هم اینجا آزمونی گذاشته شده بود، میتونید از اینجا کمک بگیرید. بخش بعدی گفتگوها هست که وارد میشیم. کاربردش برای مباحثه و ارائه‌های مجازی هست. برای مثال این گروه ارائه خودش رو اینجا بارگذاری کرده و بچه‌ها ازش سوال پرسیدن درباره ارائه. قسمت بعدی که میخوایم باهاش آشنا بشیم کلاس ها هست. کلاس ها تا زمانی که حضوری هستیم کاربردی نداره، ولی اگر کلاس ها هم مجازی بشه معمولا از بستر نوید استفاده نمیشه. بخش آخر این قسمت هم پیام ها هست که از اینجا میتونید پیام رو مشاهده کنید. دقت داشته باشید که این سه تا آیکون برای پاسخ هست و فوروارد هست. مخصوصا پاسخ و فوروارد رو اشتباهی استفاده نکنید. از این قسمت هم میتونید پیام جدیدی رو تولید کنید. عنوان، توضیحات، فایل مد نظرمون و از همه مهمتر انتخاب گیرنده که حواسمون باشه همه رو انتخاب نکنیم سهوا. خب توضیحات این قسمت هم تموم شد. برگردیم به داشبورد. خب از این قسمت هم میتونیم به آپشن های دیگه سایت نوید دسترسی داشته باشیم. درس ها که مربوط به همین قسمت میشه، من الان روش کلیک کنم باز همین صفحه برام باز میشه. سایر موارد خیلی ضروری نیستن، خودتون میتونید در آینده که وارد سایت شدید کشفشون کنید. خب معرفی سامانه نوید به پایان رسید. امیدوارم که مفید و کاربردی باشه براتون. با معرفی سامانه های دیگه با ما همراه باشید.